این مکانی را که می نگرید یکی از ولسوالی های ولایت کاپیسا است. ولسوالی نجراب. ولسوالی نجراب یکی از سرسبزترین و شادابترین ولسوالی و یا مناطق افغانستان شمرده می شود. واقعاً که زیبایی و شادابی نجراب را در کمتر از مناطق افغانستان و یا ولسوالی های افغانستان می نگرید. اینجا دره پته است. دره پته و ما در مناطق باغ امان و یا غوجان هستیم. آنجا رو که می نگرید کوتل وحشار میگن، یعنی امان منطقه است که سرحد بین نجراب و ولایت پنجشیر است. و آن درختانی که اگر شما میبینید در دامنه کوه ها، آنها درخت های جلغوزه یعنی جلغوزه سیاه هستند.